این یه اسپیکره که مهمترین ویژگیش اینه که نور داره. این اسپیکر به اندازه یه خودکار کیانه که مناسب دشت، کوه، کمن، صحرا و حتی کویره. مهمترین ویژگیش اینه که نور و اسپیکر از هم جداست، یعنی شما لازم نیست که اسپیکر رو روشن کنید که بگید The Bluetooth device is ready to pair. همین یه دکمه رو بزنید نورش روشن میشه. حالا الان زیاد مشخص نیست. توی جعبه‌ش هم یه با یادم رفت به چیه. اینا از اینان که اینجا چفت میکنن، رودوشی بهش میگن، چی میگن، و یه کابل شارژ. کابل شارژش هم یه کابل شارژ. و اینا مناسب ترین گزینه برای کوه و دشتن. مدل های دیگه هم هستن که واسه طبیعت اینا مناسب باشن. ولی این نور داره. مثلا شما برای توی خونه میتونی این مدل استفاده کنی و حتی این مدل استفاده کنی و حتی برای درس خوندن و فیلم دیدن میتونی این مدل استفاده کنی. این مدل حتی از اینم کوچیک‌تره، 10 سانته و حتی بردش هم مشخصه. این اسپیکر درگاه USB، مموری و میکروفون هم داره. نورش تو تاریکی اینقدره که واقعا نور مناسبی داره. جوری بنده من دلم به تو که هرچیم الان بگم به تو یه گوشه از تموم حسم و نمیشه تو یه حرف